بهر اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت ذخیره نمودن مواد خوراکه برای زمستان ساکنان دهات ولایت و به خصوص بانوان کاردان چون انانه سالهای قبلی محصولات را با راه خشکانیدن یا در شرایط تهخانه سردخانه‌های خود با طرز تر و تازه ذخیره کرده اینچنین آماده نمودن افشاروی شربت و خوریش‌های مربا را به مقدار ضروری راه اندازی می‌نمایند. ضمن از نظرگذرانی انتخابی روند ذخیره محصولات کشاورزی و مواد خوراکه از جماعت پتر شهر کانیبادام عیان گردید که در این جماعت برابر استفاده ثمرناک قطعه‌های زمین نزد حولگی آمادگی به فصل زمستان خوب به راه مانده شده است. ما 22,000 اهالی داریم. اهالی ما بیشتر با کشاورزی مشغول است. همه آنها با همین زراعتکاری، همین غله‌دانه، پخته بیشتر میکنن. پشت همین زندگی به سر میکنن. با تشبوس پیشوای ملت برای ذخیره 2 ساله ما کارهای فهماندهی گذراندیم. من خانه به خانه گشته همه آگاه کننده محصولات خوراکه کاربری کرده ایستادیم. نتیجه آن من دیده ایستادید پیشروی ها هست، مردم ذخیره کرده ایستادیند. باید تذکر داد که در جماعت پتر زنان از محصولات کشاورزی در زمین نزد حولگیشان کش نموده برای ذخیره زمستان وسیع استفاده برده با همین برابری صرفه مبلغ خود با محصولات خوش‌صفت خودشان استحصال کرده تامین می‌گردند. طبق دستور سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت آمادگی مردم به زمستانی در پیش ایستاده و کمک دستگیری در تشکیل نقطه‌های فروش محصولات کشاورزی مواد خوراکه و انگشت و هیزم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت تا به امروز کارهای زیاد را به سامان رسانیدند. همچنین هر هفته روزهای استراحت در مرکز ولایت شهر خوجند و دیگر شهرهای صنعتی یارمرک فروش محصولات کشاورزی و مواد خوراکه را تشکیل و پیشکش شهروندان می‌گرداند. این امکان می‌دهد که ساکنان شهرهای صنعتی نیز مواد خوراکه و کشاورزی را از قبیل آرد و شکر، روغن رستنی، ماش و لوبیا، برنج، کارتوشک و سبزی و پیاز را برای زمستان ذخیره نمایند. همچنین ذخیره نمودن خورش و نوشابه ها، افشاروی مربا و دیگر نوع‌های محصولات برای در سطح خوب گذراندن زمستان در پیش ایستاده مهم ارزیابی می‌گردد.